من از وقتی که پا در این جهان گذاشتم و تا زمانی که به کلاس راهنمایی نرفته بودم هیچ تصویر بدی از چهره‌ام نداشتم. هر بار که با آینه نگاه می کردم خطی که از لوله بینی تا بالای لبم می رفت را خیلی دوست داشتم و هیچگاه این تفاوت باعث نمی شد احساس ناراحتی کنم. کودکی پرشر و شور و با روابط عمومی خوب بودم و به یاد دارم که مادرم و خواهرم چطور با زحمت و عشق مرا به گفتار درمانی می بردن و برای درست تلفظ کردن کلمات تلاش می کردن. با اینکه متوجه تفاوت خودم با دوستان و خانواده بودم، تصور می کردم دلیل آن فقط سوختن بالای لبم است. شاید یکی از مشکلات ناآگاهی خانواده و کادر درمان این بود که هیچگاه برای بچه‌هایی مثل من توضیح نمیدادند. اما من میدانم گفتن یا نگفتن این موضوع چه تأثیری میتواند داشته باشد. به یاد دارم که دختر همسایه در سن 7 سالگی مرا از تخیلات سوختن بالای لب بیرون آورد و با تمام جزئیات توضیح داد. فقط به او نگاه میکردم و بعد به خانه رفتم و خودم را در آینه خوب تماشا کردم. با انگشتم روی خط بالای لبم کشیدم و از زوایای مختلف خودم رو بررسی کردم. آنجا بود که متوجه تفاوت‌های بیشتری شدم. ناهماهنگی سوراخ‌های بینی، کجی لب و قرار نگرفتن فک و لب‌ها روی هم. به صورت نیمرخ به آینه نگاه کردم و تمام ناهماهنگی‌ها را دیدم. اما با تمام این تفاوت‌ها هنوز هم خودم را دوست داشتم. وقتی آن روز را مرور می کنم حس دوست داشتن خودم را دوباره تجربه می کنم. از اینکه حقیقت را فهمیدم و خودم را آن لحظه ترد نکردم بسیار خوشحالم.